خدایا بخیر است آقای کمال؟ یگان چیز میکوبید؟ گریختن رو از فکرت دور کن. از من چی میخواهید آقای کمیسر؟ چی خواستنمان را نغز میدانی؟ قره در کجاست؟ من از کجا میدانم؟ چند بار با شما گفتم که این خیلی آدم را نمیشناسم. گپ را دراز نکن کمال. وقتی سفسطه‌های تو را گوش کردن ندارم. باری دیگر میپرسم قره در کجاست؟ نگویم چه؟ مرا میکشی کمیسر؟ یا که فراموش کردی که پلیس هستی؟ من تو را نمیکشم، خودکشی میکنی، فهمم؟ خودکشی میکنم؟ در دستی من سلاحی توست کمال. تولنگ را زیر کرده و دستی تو میگذارم. در پروتکل باشد قید میکنیم که وقتی که آمدیم تو را در چنین حال یافتیم. تو مرا فهمیدی؟ همین طور نباشه. من سردارم. شما پلیس هستید، این کارو کردن نمیتوانید. هرچی که سردارم فرمایم ما اجرا میکنیم. تا سه حساب میکنم کمال. یا جای قرار را میگویی یا اینکه میموری. ایستا چیکار میکنی؟ یا نکن کمیسر، قربانت شوم. نکن. شما دیوانه شده. ایستا مهلش میگویم. کوچه بنت پرز، خانه رقم 18 در نزد بازار. در نزد قره یگان دختری با نام مژده هست؟ هست. تشکیلات در کجا عملیات میگذراند؟ به خدا که نمیدانم. کمال نمیدانم آقای کمیسر. تیردانش را خالی کرده بودم کمال. او را بره. اطاعت سردارم. رفتیم عمر. با فکرتان ایزی مژده را یافتیم آقای سرکمیسر؟ نه عمر، ما حالا او را نیافتیم. یلماس محترم جان کامون است. آرام می نماید. بله، دیروز با او کمی صحبت کرده توانستم. او چی گفت؟ سبب پراندن خالم را گفت؟ برای در این باره گپ زدن حالا کمی بر وقت است. باید اول به باوریش درآییم. در دوام صحبت همیشه می گفت که تو او را ترک می کنی و نمیخواهد تو را از دست دهد. او از این سخت می ترسد. این راست است طاهر؟ می استاد. در بینتان یگان جنجال یا نافهمی نشده بود که شما نیت ترک کردنش را کرده باشید؟ وقت آخر از سبب نافهمی و اویلدی همان جنجال ها روی می دادم، اما یگان مراتبه درباره او را ترک کردنم سخنی نگفتم. عصبهایش بی نهایت خراب شده است. موافق تشخیص هایمان سببگار این ترس و وهم توی. کی من؟ فکر میکنم از رفتن تو میترسد. اما من این خیلنیت را نداشتم. شاید مادرت درباره تو چیزهایی را میداند که تو خودت نمیدانی. نمیدونم. شاید در آینده فهمیده توانی. با او گپ زده میتونم؟ حالا بر وقت است. او را به حالش گذاریم کمی استراحت کند. مایلش استاد. من پاگو باز میایم. اگر از حالت روحیش برآمده تواند همش را به ما نقل میکند. با اجازت شما.
عزیز. سلام بچه. محترم عزیز، درباره نقشه در بیت دولت کمی شرح میدونید؟ ببخشید رفیقان، پس از به آخر رسیدن این مجلس همه‌اش رو به شما شرح میدم. اکنون نوبت ما رسید. تشکری زیاد دخترم. خیلی ممنونم. نور و صفا آوردید. سلام پسر جان. تشکر. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش باشید. سلام باشید. خوش آمدید جناب. خوش باشید. خوش آمدید. تشکر. اومدم بوده رفتم. اومدم گذاشتم. مژده، آنها آمدند. اکنون وقتی انتقام رسید. این پرتوها رو هم میگیریم البته تازه میکنیم. کنی روید از اینجا. در اینجا چیکار میکنید؟ کنی دم شوید از اینجا. اینها رو برید. در آشیانه سیوم در تالار مجلسگاهند. پلیس! گورنده! آقای قرم! گورنده! بیا بزار دف شو. تو در اینجا ایست. فهمو. من از حق میرم نمیرم. فهمیدی؟ ایتوان سردارم. با دقت باش. لبیک. تشکیلات عملیات را در بیمارخانه میگذراند. و در همانجا میترکند. تو کیستی؟ تو کیستی؟ جواب ده. قرار تسلیم شو.
گرخته نمیتوانی تسلیم شو. برا تسلیم شو. برا تسلیم شو. میبرایم کمیشر. سلاحت را پرتو کمیشر وگرنه کودک را میپرانم. او کودک است قره. او را رها کن. خواهی که او را رها کنم سلاحت را پرتو. میلش کودک را سر ده. برای رفتن اجازت میدیم. سلاحت را پرتو وگرنه کودک میمیرد. مرا نجات دهید. التماس مرا نجات دهید. تو را نجات میدهم. خب میلش سلاحم را میگذارم. حاضر. نترس بیسرم. حاضر. انا گذاشتم. او را سر ده. مرکز مرا میشنوید؟ من سرکمیسر بولخان. گوش میکنم آقای کمیسر. برایتان خبری دارم. خبر گرد زنید آقای کمیسر. بمب. آقای کمیسر شما رو گوش میکنیم. گرد زنید. شما رو گوش میکنیم آقای کمیسر. گرد زنید آقای کمیسر. حالا معلم زینب رو به صحنه دعوت میکنیم. خوش آمدید معلم. مرحبا. معلم شما رو تبریک میکنم. معلم به شما موفقیت های نو به نو آرزومندم. شما رو تبریک میکنم. مرحبا. تشکر جی. مرحبا. من میخواهم با وزیر مدافعه برای مرا لایق این تحفه دیدنش را اظهار منتداری بیان کنم. من همه همکارانم را که در شرایط‌های دشوار درس میگویند به این تحفه سزاوار میدانم.
این برفین است. دخترم بیا یکی به نظرم نبود. بیا با خدا او بکن رو بازده. دخترم برفین خیریت که تو را یافتم دخترم. مادر جان خدا مادر جان شما نبرده؟ همش دروغ است. تشکیلات تو را فریب داده است دخترم. من زندم. مادر جان من اکنون چی کار کنم؟ با من کمک کنید. ایستا برفین نوری چشمانم درو رها میکنم. این را برو مادر جان ایسته مادر جان ایسته برو برفین بیا این را به جای پنهان میکنیم که کسی نیابد. بیا دخترم بیا مادر به خدا سلام به آسمان رسید. آفرین به دختر من. آفرین و خدا مرا خیلی خرسند کردی. من هم خیلی خرسند شدم زینب. تو در حقیقت به این سزاواری. تشکر. اما از من دیده تو زیادتر به این طیف سزاواری. اگر تو نمی بودی من موافق نمی شدم. لبای مرحمت دوست شما را گوش میکنم. حاضر میایم استاد. بخیر از پسرم چی شده است؟ سردکتر بیمارخانه روحی زنگ زد. اوید مادرم با من چیزی را مصلحت کردن میخواهد. مرا انتظارند. گنور انا دختری من. تو در کجا بودی برفین دخترم خوب هستی؟ اوه دخترم مادرت برای یافتنی تو چقدر عذاب کشید. سیلوز بیا برفین رو به نزد سرکمیسر وقوم میبریم. مادر جان من میترسم. نترس دخترم من در برات هستم قربانت شوم. بنو بیا دخترم رو به خانه‌ات بریم. کمی به خود بیاید. چی گفتی؟ مایلش این طور باشد سرکمیسر رو به خانه جیر میزنه.
رفتی بیا به خونه. این مژده نیست مادر. تاکسی. بعد از رفتن چیزی عجیبی شد. مادرت به مکتوبی به یکی از بیماران آمده رفتاری ناگواری کرد. اشیاءها رو به هر جا میزد. برای چی این کارو کرد؟ نمیدانم. حاضر باز آن را تکرار میکنیم. میخواهم تو هم ببینی. شاید چیزی رو فهمیده توانی. مکتوب رو برید همشیره. خب شده است آقای دکتر. به شما مکتوب آمد خانم نگاره. زلال نه داخل نباید این سرادا نبشی را همراه نگیر را بیا. تو نمیتوانی. مکتوب را بنده. تایر نباید فهمد. نباید. مکتوب را به من دیگه. باید فهمد. تایر نباید فهمد. زلال باید نفهمد. تایر پسر من است. پسر من. تایر نباید فهمد. تایر باید فهمد. تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. به یادم آمد. تایر پسر من است. این زیر هرچی نباشد خدای زیلال او را میداند. چرا بر وقت این به یادم نآمد؟ تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. تایر نباید فهمد. اگر آن سیری که عقل مادرت را ربوده است یا بی میتوانیم بیماریش را زودتر تبابت کنیم. تایر نباید فهمد. نباید فهمد. مایلش داره. تایر نباید فهمد. من همش رو فهمیدم. من زود برمیگردم. خدای زیلال این دفعه همش رو به من میگوید. در آخر دخترت رو یافتی زیلال. خدا را شکر. من او را در آسمان می جستم اما از زمین پیدا کردم. خدا بزرگ است زیلال. مهنتتون برباد نرفت. خیر فرصت رو از دست نداده باید زودتر به شعبه پلیس رویم. بله راست میگویی گناه. بیا برفین. مادر جان من میترسم. نترس دخترم. نترس. کسی به تو چیزی کرده نمیتواند. برفین دخترم تو گناه نداری. تو رو فریب دادند. شاید جزا هم ندهند. و هم کمیسر ولکان در اونجاست. تو رو میکوبد. و انسانی خوب است. تو رو صاحبی میکند دخترم. مادر جان شما هم در برم ایسته. البته میستم دخترکم. قربانت شوم. البته تا جان دارم تو رو رها نمیکنم. آخر تو از این کار دست کشید. از قربان کردن اینقدر آدمون خود رو رها کردی. باز چی میخواهی؟ برفین قریب بیمارخانه رو به زمین یکسان میکردی. آن خائن ها مادرت مرده است گفتم. دخترم را فریب دادند. لیکن مردنی مادرت رو چطور به تو باور کنوندند؟ سینام کرد. همش رو سینام کرد. آن خائن ها را خدا جزا میدهد.
چرا درباره ترکش خبری نیست؟ باید زنگ زنم جناب. بیناموس جواب نمیدید. تو کسی؟ خدا جزایتان را دهد. چرا بمب نترکید ابله؟ آقای قره او گریخت. مصطفی دوزم گریخت. عملیات برباد رفت. با کجا گریخت ابله؟ دراب شد. طاهر من خاله زیلال به همشیره گلور رو میدم. یک بیگانه خانم گلور رو دیدم. خانم گلور اجازه گرفته بر اومده. خاله زیلال نیز با او بوده. من باید زود نزدشان روم. خاله زیلال به تو برای چی لازم است طاهر؟ من همین قدرش رو میدونم که از این سیر تنها خاله زیلال بخبر است. اما من باید او رو یابم زینب. خانم گلور، خاله زیلال در کجا است؟ بخیر است طاهر؟ من باید او رو ببینم، این خیلی مهم است. زیلال دخترش رو یافت. برفین رو؟ بله، با برفین به نزد سرکمیسر وقام. آنها کمی پیشتر برآمدند و فکرم به این طرف رفتند. تشکر. خاله زیلال، بیا پسرم بیا. خاله زیلال işte taksi. Aç basayım morfin. Sultan. Kani, zudar fare. راگرد زودتر. زود رفته واحد را یابید. خوب شد از جناب. Давай. یعنی نکن. Isto Najum. در جای نیست. Isto Najum. چرا بمب نترکید؟ چرا؟ مرا فریب دادید. مادرت را کشتن گفتید. من برای انتقام مادرم را گرفتم فدایی شدم. فدایی نیست. حالا همینطوره؟ فدایی نیست؟ کاردار نشوم حق. به من گوش کن. رفته در جایی گفتم بمب را میترکانی وگرنه تو رو نابود میسازم. نمیروم. نمیروی؟ اگر نروی مادرت را میکشم. مادر جون با خدا ناخود از پیش رو هم بر اومد. استید ما بخورم. با بیمارخونه بردن لازم. هاورم بردن لازم. باری آخرین میگویم یا بمب را میترکانی یا اینکه مادرت میمیرد. برفین به گپ این ظالمون گوش نکن. به جای آنقدر آدمانی بیگناه من میرم بهتر است. مادر جون این کار را نکن دخترم، نکن. آخر تو حتی یک مورچه را آزار نمیدادی. التماس نکن. دمت را گیر وگرنه میپرانم.
برون کلنگ را زر کن مرا هم کشه لیکن دونستمون تی بمب رو نمیتر کن میتر کنی الله نرفت که تو رو میکشم دست و پایشون رو بندید تا عقلشون و سرشون آمدن همینجا میمانند مادر جان دخترکم شما چی این خواهین رو زنده گذاشتن میخواهید؟ عقلت رو کار فرما البته میکشم اما پیش از کشتن یک نقشه خوبی دارم نترس دخترکم نترس مادر جان این رزیلان ما رو میکشند گفتم کن نترس خدا بزرگ است خالای زلال و برفین را با کجا بردید؟ گپسن در کجایم؟ نمیدانم میدانی احمد تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ من سلاحدار شدم از این پس برای تشکیلات مبارزه میبرم اما خواهش میکنم زود رفته با پلیس خبر ده وگرنه ما رو میکشم بدنی برفین بمب گذاشته میتر کنم اگر تشکیلات در نمایت میمیرد دیگر علاج ندارد چرا این طور میگویی احمد مردنی مرا میخواهی شما بمب رو نتر کنده به تشکیلات خیانت کردید پای مجده این چی گپ است احمد اگر پدرت این احوال را بیند از غم میمیرد و تو چی شد پسرم این چی احوال است من بعد پدر مادر من تشکیلات است در جایتان شنید فهمیدید وگرنه آقای خره شما را نابود میسازد بله آقای کمیسر همینجاست بیهوش خواب است فهم کمیسر انتظار میشم لیکن زودتر بیاید با آنها ضرری نرسیده در همونجا شدن لازم زینب طاهر چی شد؟ خالای زلال را همراهی برفین دزدیدن خدای توبه اما پاسخی سوالهایم را تنها خالای زلال میدونم لیکن عین حال شاید او با مرگ رو برو باشد یعنی چی خیلی؟ مادرم از من یک سیر را پنهان میکرد که پاسخش را تنها خالای زلال میدونم باید او را یابم زینب زنی بیچاره دخترش رو یافت لیکن این کار را بین و سرش نگاه ناخوشی آمده آنها رو یافتن لازم زینب پسرم ببین چی ها نوشتم سرکمیسر ولقان شهید شده است بیچاره جوان حیف شد خیلی هم جوان بود شما رو در بیرو انتظارم دفش دروند روی کسی رو دیده نمیخواهم این همون کسی که با ماشین سیاه می آید شما روایید همینجا خوب شده است امر نمایید سردار بمب نترکید و دختر خیانت کرد کاری کرده نابخشیدنی است میدانم که کمیسر ولقان جیانی وزیر مدافع بود امروز مراسم جنازه‌اش بمب باید در آنجا ترک کرد اطاعت سردارم از یک طرف مادرم از طرف دیگر خالم و باز خالای زلال و برفین حالا باشد سرکمیسر ولقان زیخ نشو طاهر همه کار با خواست خدا می شود خداوند از همه کار آگاه است
راست میگویی زینب. قوی بودنم لازم. اگر خاله زلال را نجات داده توانم، هم حیات نوی را آغاز میکند و هم برای مادرم راه نجاتی پیدا میشود. من رفت آن آدم را بینم، شاید به هوش آمده است. بیماری در اینجا بوده کجاست؟ نمیدونم. منو تجیه انجیق زدن. وقتی که برگشتم نبود. چه خیلی نمیدونید؟ در روزی روشن از بیمارخانه گریخت؟ نمیدونم آقای دکتر. ببخشید. گوش میکنم. گوش کن دکتر. اگر اونها رو نجات دادن خواهی به ساختمان بیرونی شهر. تو کیستی؟ کی بودن مهم نیست. زودتر رفته اونها رو نجات ده. کاری دیگری از دستم نمی آید برفین. برای نجات تو چاره دیگر ندارم. یعنی بابا رو نمیتر کنی ها؟ نه نمیتر کنم. از این پس میمیرم این کارو نمیکنم. بیهوده کوشش میکنی. از برفین دیگر به تشکیلات فایده نیست. ما رو رها کنید. خب شما برد کردید. مادامی فایده نیست، نه شما به ما دردی سر شدید و نه ما شما را عذاب دهیم. برآمده روید. راست میگویی؟ از کشتنی تو به من چه فایده؟ اما اگر به تشکیلات خدمت کنم گویی، هم تو برد میکنی هم من. کاری بد نیست. فقط به امام مسجد یک امانت را برده میسپاری. همش همین. یک شرط دارم. همراه مادرم میروم. تنها میروی مژدم. وقتی که خبری امانت را سپردنت به من رسید مادرت را رها میکنم. خب مایلش میبرم. یعنی راضی هستی؟ همه که دگمه رو زیر کردیم؟ بوم. امانت همین است مژده. در درونش چیست؟ دیدن ممکن؟ محکم است. کشاده درونش را دیدن ممکن نیست. گرفته به پلیس تسلیم نمیشوی. کار کرده امام را یافته، امانت را با او سپار. اگر یگان کاری خطا کنی دیگر مادرت را نمیبینی. مایلش قره. گفته‌ات رو میکنم. با مسجد چی روم؟ تو را تا مسجد با ماشین میبرند.
بدفین خودت را احتیاط کن دخترم. میترسم که این ظالم ها و سرت یگان بلا میارن. زود برمیگردم مادر جان، شما خواطر نشوید. بعدی بازگشت انشالله به دهه‌مون برمیگردیم. انشالله دخترم، انشالله. چرا به من نگاه کرده میخندی؟ به سادلوحی مادر و دختر میخندم. اگر به دخترم یکان ضرر رسد به خدا همه‌تون را میکشم. یعنی ما رو نیست میکنی ها؟ تو از خودت خفه شو. دخترت به سوی مرگ رفت. کمی دیرتر میترکد حتی جسدش رو نمیابی. برفی بیهوده فریاد نزن. تشکیلات تقدیری دخترت را حل کرده است. خواهش میکنم این کار را نکنه. گناه دخترم را به قتل نرسونه. خدا جزایتان را میدهد. مورو فریب بودن خواهین ها ظالم ها. زن در جاش؟ بله همینجور جناب. باز از گرسنگی نمیرد. با او خوراک برید. خدایا خودت کمک کن. برفین و آن آدمانی بیگناه را در پناهت نگاه دار. بیا دستانت را کشایم خوراک خور. نه میمورم و از خوراک شما نمیخورم. خانه زیلال، خانه زیلال. طاهیر پسرم. طاهیر پسرم. خانه زیلال خاموش استید. آوازتان رو نبرارید. میلش برفین را به سوی مرگ فرستادم پسرم. با کجا فرستادم؟ آن قره ظالم برفین را فریب داد. تو مادرت را رها میکنم گفتم و دستش یک جامدان را داده به نزد امام یک مسجد فرستاد. در جامدان بمب بوده است، همه را میترکاند. خانه زیلال اول از اینجا راه یابیم، بعد با پلیس خبر میدیم. میلش پسرم.
اینجا برآمدی؟ من فرامده نمیتوانم. دو رفته برفیم را نجات. شما را در اینجا گذاشتن نمیرم خاله زیبا. بیایید من نزدیکتر بیایید. برایید زودتر. آهسته بیایید خاله زیبا رفتیم. میگویزند بیایید خاله زیبا دوید. گوریزه خاله زیبا گوریزه. نیست به این طرف گذار. گوریزه خاله زیبا گوریزه گفتم نجوم. دارم میگویم ظالم ها نزنید او را. اینها را به درون برید. درا بزخه در اینجا شید. خاله زیبا چرا نبید؟ نتوانیستم. بیزارم تو را پرتفته رفته نتوانیستم. پس از 10 دقیقه می ترکید. خواطر نشود و تنها نمی میرد. شما هم همراه مژده می میرید. دخترت رو در آن دنیا خواهید دید. رفتیم. أنا همین مسجد روی مولات رو بند. از اینجا راهی گریز نداره. بله نیست، اما از رحمت خدا ناامید نشوید. راست میگویی پسرم. خاله زیلال، از شما یک چیز پرسیدن میخواهم. بخیر است پسرم، پرس. میدونم که مادرم یک سری را پنهان میداشتند، سری که سبب دیوانه و از عقل بیگانه شدنشان گشته است و آن سری را تنها شما میدانید. خاله زیلال، خاله زیلال، در دیه هم پرسیده بودم، نمیدونم گفته از من میگریختید، لیکن دروغ میگویید. خاله زیلال، شما سری مادرم را میدانید. اگر گویید هم چیزی تغییر نمی‌یابد، اما
ویزلال پیش از مردن حقیقت رو بگوی. گوش کن پسرم، چطور گفتنم رو نمیدونم، لیکن حقیقت این است که خانم رابیه مادر اساسی تو نیست. شما چی گفتید؟ حقیقت رو گفتم. من به این باور نمیکنم خاله زلال. به فکرت چرا خانم رابیه خواهرش را پروند؟ نیحال به تو همه چیز را نقل کردنی بود. حقیقت تلخ است، باور کن. مادرت از آن میترسید که تو حقیقت را فهمیده او را ترک میکنی. برای همین نیحال را پروند. برای همین پس مادری حقیقی من کیست خاله زلال؟ کیست مادری من؟ محترم جماعت مسلمین، این شهید کمیسر ولقان شاهین به خاطر دین، دولت، وطن و ملت جانش را فدا کرده است. برای او از خداوند رحمت و برای خویش و نزدیکانش صبر جمیل را خواهان. حاضرین گرامی، آمین. باید این حقیقت را تمام عالم داند که شهیدان نمیمیرند. به خاطر الله برای دین ملت هر کسی مبارزه برده جانش را فدا کند اصلا نمیمیرد. آنها زنده اند اما ما نمیدانیم. باید این آدمانی منفوری ملعونی که به عملیات های ضد بشریت دست میزنند دانند که مردمی ما بر علیه آنها یک موش یک دست نبوده، همه یک جا از یک گریبان سر برآوردند. ما از محلگرایی و ملتچگی دست کشیده برای دولت مستقل یگانه مبارزه میبریم. ما اجازه نمیدهیم که این وطن آبادمان را به قسمات تقسیم کنند. ما را با عملیات و ترکش هایشان نمیترسانند. ما آماده ایم که یک جان نه 1000 جان را هم فدا کنیم. ما را شکستن نمیتوانند. ما یک جان 2 جان داریم. از همین سبب آنهایی که یک جان دارند و یک حیات دنیا دارند اگر فکری مقابلیت بر ما را داشته باشند خطا میکنند. این وطن برایمان عزیز و محبوب است. برای وطنی عزیزمان، برای ملتمان یک دانه بلکه هزارها جان را فدا میکنیم. این وطن جانی ماست، استقلالت و مرام افتخاری ماست. کسی افتخار ندارد و ما زید یک نشان دادن نمیتواند. خداوند این شهید را رحمت، جایش را جنت. برادران، بیایید اکنون وظیفه آخرین خودمان را برای شهید اجرا کنیم. الله اکبر. میآیند یلمرز میآیند. پروندن را من آغاز میکنم. فهمیدید؟ یگان خائن زنده نماند. در ماشین آدمان بیگناه نیز هستند. اگر پرانیم آنها هم هلاک میشوند. ماشین را بازداشتن خائنان را کابین بهتر است. یلمرز تو چه میگویی؟ چیزی گفتم آنها را کن و همه گویی که جایهایشان را اشغال کنند.
به همه کار زید می براید. مگر پراندن شرط بود سینان. ماشین را من کرده فیراری ها رو جستجو میکرده میشود. شبله خاموش تو چی به من یاد میدهی؟ تو خودت کیستی؟ سینان کماندون دختر خبرش رو الکی کند. خوب خیلی خوب نقص ابله بیایید رفته جزای آن خواهین را دهم از پس من. سینان التجا میکنم مرا نکش. خاکی پایت شوم مرا نکش. کودکی در بطنم بوده گناه ندارد. راه کن سینان راه کن. پروا نکن گناهی کرده ای مادرش کفایت. با او نیگر دختر رو گناهگار میکند گویا از هوا حمیله شده باشد. خاموش بریده اگر شونه من سرمون در بلا میماند. نکن سینان آخرین کودک از خودت است. به خدا قسم از خاموشی خواهینی دروغگو او را سنباران کنه زند این خواهین را. ایتن او را به خطر رسان. بیا گریزیم حسین. تو دیوانه شدی فریدن؟ دیدی با او چی کار کرده؟ او دختری بیچاره رو استفاده بود. اکنون باشد او را گناهگار میکند. سینان گفت که امشب به نزدم میآیی. اگر نروم واه بی‌ناموس، یعنی نوبتی تو رسیده؟ این طور نمیشود. از اینجا میرویم میگریزیم بریدن. مرا فهمیدی میگریزیم. کسی که به تشکیلات زید میبراید عاقبتش همین است. با این رفتار چطور آنها را در اینجا نگاه می‌داری سینان؟ پس آنها را چطور باید نگاه داریم یلمز؟ گویی ما هم دانیم اینجا کوه است یلمز. قاعده های شهر به اینجا راست نمی آید. حالا هم همین را نمیدانی یلمز؟ سینان کماندون این را از بالا فرستادند. بتوانی روی؟ رو زودتر رو. باز چه گپ شد؟ باز چی میخواسته باشند؟ خواهین چه شده سینان؟ یکون خبری ناخوش؟ مژده را میدانی؟ فدایه امان را. بله من نوارش را دیده بودم. تشکیلات برای حکم قتل برآورده است. مادرش در دهه آبی کلان است. او حتما به آنجا می رود. بچه ها کنید زود جسد این خواهی را گرانید. زود باشید زودتر. حالا ایست مژده حالا ایست. خیزبان؟ چی ها داره خیزبان؟ کارچی چی کن؟ چی خیل کاری من چی؟ خیزبان جانمه. وقتی زیاد گذشت حال هم بر نگشتند. تو در همین جایی دیلو؟ از آقای طاهر یکون خبر آوردی خیزبان؟ نه از کجا؟ من برایت خوراک آوردم. مرحمت. تشکر خیزبان. من فکرم آقای دکتر بر من نگردند. و چرا برگردند؟ زینب همراه هست، خسروش هم. میدونی چی؟ فکر میکنم که اونها که ها توی کردند. آقای طاهر. خانم دیلو مرحمت. من نبیره بابوی شکور نامم فؤاد. خوش آمدید آقای فؤاد. خوش باشید. اما کم اینو اتفاق شده رو به اینجا آوردم. آقای دکتر همینجا هم؟ آقای دکتر در دهن نیستند. آقای دیلو آقای دکتر آمدن. چی؟ آمدن؟ بله. شما نروید آقای دکتر آمدن. مایلش انتظار سه منتظر نمیشوید. من زود آقای دکتر را ایزه میارم. مایلش
آقای دکتر میاد. شما دی دکتر؟ شما دی؟ خوش باشید آقای عزیز. از آمدنت شادم. سلامت باشید. امک جان زنده باشید. خوش آمدید آقای طبیب. خوش باشید دلم. خوش باشید. دیلو زینب. سلام تشکر ینگا تشکر. چه حال داری زینب؟ خوبم دیلو. شدم زینب. من هم دیلو. من همه تو رو یادم. خدای زیبا چه شده است؟ تو کیست؟ این دختری من برفین است دیلان. این برفین من است. برفین؟ در اونجا چیکار؟ زود باشید بچه ها اوضاع را دارید. آینون گریختن. 2 نفر گریختن. سینا دا بریتان دا. چی شد؟ کی گریخت؟ آینون گریختن سینا. چشمت در کجا بودم نه؟ چرا گریختن؟ در اونجا زودتر. لوری 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 کامون لوری 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 کامون تو درمان دل من تو هر دو چاوه من لوری 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 کامون تو درمان دختر جونم یک طرفیست شما برای دختر زنا گریه میکنید. کلی به خانه روید. این طور نکن گناه هست آخر. خدایا توبه قهری مرا نارد. به خانه روید. التماس روید دخترم برفینم انا ببین تو رو آمده همون آوردم برفین به خانه همون آوردم. خدا سر آرام شد آرام شد. نمیتوانم پسرم جیگرم میسوزم. آرام شوید خدای زیبا. اگر دخترت رو با من میدادی حالا اون نمیمون. اگر به کوه نمی برآمد نمیمود. راست میگوید اول که عیب خودش با سلاحداران همراه نمیشد این بلا به سرش نمی آمد. این طور نگویید. بس کنید. کی میخواهد که فرزندش به کوه برآمده سلاح به دست شما؟ برای شما گپ زدن آسان است. تشکیلات فرزندان همتون را فریب داده است. فرزندان همتون به کوه برآمدند. این کارتان گناه است. مگر نمیبینید که زیلال در چه حال است؟ قزوان من به جای کارم میروم. همدردیم را قبول کن زیلال. شکر خدا از تو راضی باشه. همدردیم را قبول کنید خاله زیلال. خدا به تو عمر دراز دهد دخترم. تشکر.
خالای زیلال را بدارم برید. برید رفتیم خالای زیلال. رفتیم رفیق. به خدا که حیف شد. رفتیم یاد خونه چه وجه میشه شما کیستید؟ مرا نشناختی ورزن. سردیت با نماز در میکنم. شتاب نکن وروزن، نماز نمیگریزد. نام من وروزن نیست، شهباز است. شما لیوان نیستید؟ بله وروزن، آدمی که با تو کی بودنت را آمدم. نیستید در را بشم یکم کس نکنه. چرا آمدید؟ شما از من چی میخواهید؟ کاری با تو کردم را میکنی. چه خیلی که من با تو آموزاندم تو نیز و دیگران می آموزانی و آنها را به تشکیلات همراه میکنی. نه این روی خط نام ها. گذار با درون درو. توقت کن. کم بریتن. توقت کن. بله کم موند. حسین ما هم خونه دور می شویم. البته بریتن خونه دور می شویم. از همه عروسی زیبای مادرم تو می شوی بریتن. انشالله حسین انشالله چون گفته‌ات می شود. دهه شما از اینجا دور است. به فکرت اونها ما رو نمیابند. ما رو از هم دیگر جدا نمی کنند حسین. نه ترس بریتن، من همراهت باشم و تو هیچ ضرری نمی رسد. خیز از جویت رفتیم. خیز رفتیم. بریتن بریتن خوب هستی بریتن؟ خوبم. خودت رو احتیاط کن حسین. گیر بسیط پدر رسیدن بریتن صحت میشوی. نوکرید زودتر اونها را احاطه کنید. ترکیز کنید. زودتر گذار بریتن راه زودتر از اینجا گوره. بریتن راه من به خاطر تو زندم. اگر با تو یکم چیز شود من نمیرم. نمیروم راه زودتر. مرد سنان. شد فهمیدم.
کیسه مرد. بچه ها اکنون همه جا را کافته، زود برید تن را پیدا کنید. زودتر زودتر. سینا مرا گوش کن سینا. گوش میکنم قماندان. یک قرارگاه 20 نفر گریختن. اونها از دیهای آبی کلان. خواین های همه شما را به خطر رسونید. فهمو. در دیهای آبی کلان یگان خیاری زنده نماند. فهمیدم قماندان. دختر گریخته است هنان. یلماز آن دختر هم از دیهای آبی کلان است. بیایید رفتیم. ایتن زود باشید میرویم. مادر جان مخصوص سرجان. ابو ببینید چی آمده است. این طرف آمده است. خوش آمده زکر. بیا به خانه درم. بیا اینجا بیا در اینجا. ایرو گیر. مادر جان در زیر این خاک که خوب است. مادر جان خواهرت اینجاست. خواهرت در زیر خاک سرد است خدیجه. مرسی خواهرکم. این چه خیر شد مادر جان؟ کیا را کشت؟ تشکیلات برای فدایی نشدنش خودش را نترکاندنش او را به قتل رساند. مرسی جان. مادر جان همدردیم رو قبول کن زیلا. خفه نشد. خدیجه رو باید برم. موسی ما رو انتظار است. سلامت باش. مادر جان این چی روز است؟ این چی درد و غم است؟ خدایا خداوندا به ما مادر رسول. رفتیم دخترم. رکم برفتی. دختری بدبختم. من اکنون روم. در خونه کسی نیست. تو را زحمت دادم. خدا از تو راضی باشد. امینه. خدا بیریتن را به تو برگرداند. هر روز آمدنش را انتظارم. کاش از دست آن خائنان گریخته به خانه آید. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایش گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها خرغنتپه، قلاب،
رشت، ولایت سوخت، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جلغه، عصر خندراز، چوره ستون نوره، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حبوبات، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شود. نشانی ما محله 46 کوچه جامی 9. تلفن‌ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. پیراهن تقدیم فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.